سلام و درودی به پایان با همه شما مخلصان عزیز تلویزیون ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. رفتیم. یگان خیل ترانسفر نیست. این گپ تنها با دسته شاهانه ربط دارد. دیروز رسانه اطلاعاتی AS خبر داد که سرمربی دسته رئال زینedین زیدان با پرزیدنت باشگاه پیشنهاد کرده است که زمستان یگان ترانسفر عملی نشود و اون فوتبالبازانی که قرار بود با دسته‌های دیگر گزارش کنند تا تابستان در دسته باقی مانند. این رو زیدان به خاطر نجات بودجه باشگاه پیشنهاد کرده است که در زمان پاندمی اندک کاهش یافته بود. گفته می شود که زیدان با همان فوتبالبازانی که حالا در دسته فعالیت میبرند موسم را جمع‌بست کرده نیست و تابستان رئال را ترانسفرهای بزرگ در پیش است. اون فوتبالبازانی که با قول بروی خط سیاه زیدان علاقه وارد شدند از قبیل ایسکو، لوکایوویچ و مارسلو که روزهای آخر در میدان خیلی کم به چشم میرسند تا تابستان در دسته یا شوخی کرده گویم در کرسی احتیاطی باقی میمانند. مخلصان رئال روزانه ترانسفری زمستانه رو با تماشای کینو سپری خواهند کرد چون پرز پیشنهاد زیدان را علاقه قبول کرده است. سابق مربی مشهور ایتالیایی فابیو کاپلو که یک زمان دسته یوونتوس را مربیگی میکرد در مورد مشکلات‌های دسته بیانکانرها حرف زد و یکی از سبب‌های رو به تنزل یافتن دسته را او در کریستیانو رونالدو می‌بیند. سخن‌های را گوش کنید که چی میگوید. وقتی که دیبالا در حالت خوب است با بسیار چیزها قادر است، حتی در جای مراتا و رونالدو بازی میکند. کریستیانو رونالدو قریب که با محافظان کمک نمیکند و دیبالا نیز خیلی کم به چشم میرسد. بر ضمن همه این کلی دسته با آنها کمک مینمایند. این است که حالا دسته در جدول احوالی نه آنقدر خوب دارد. یوونتوس تا بازی‌های دستوی را به راه نماند چمپیون نخواهد شد. گفته از فابیو کاپلو از روزی که رونالدو با یوونتوس رفت دسته اندک سر و کلابش گم کرد. اما من فکر نمیکنم که سببش رونالدو باشد. شاید شمال سختی تورین است که توپ را به هر سو میبرد. در شبکه اینستاگرام رزمگر داستان کانادایی ژورژ سن پیر انونس آمادگی به برگشت خود یا به UFC پیدا شد که همگان رو به حیرت آورد. ژورژ سن پیر یک بار دو بار نه بلکه 9 مرتبه کمربند چمپیونی را در وزن میانه حمایت کرده است و او را یکی از بزرگترین رزمگر تاریخ MMA میدانند. سال 2017 سن پیر از خاتمه کریر ورزشیش درک داد. در رسانه اطلاعاتی ورزشی برگشت سن پیر را با برگشت نوبتی حبیب نسبت میدهند. به نظر چنین میرسد که دانا وایت توانست با قول سن پیر را برای با حبیب رقابت کردن راضی نماید. حبیب نسبت خاتمه کریر ورزشی از منبر بلند گفته بود که تنها به خاطر رقابت با سن پیر برمیگردد وگرنه یگان سبب دیگر برای برگشتن وجود ندارد. دو روز پیش داغستانی در شبکه مشتوی گفته بود که روزهای نزدیک با دانا وایت واخوری دارد و اونجا موضوع یک رقابت دیگر بررسی می شود. اگر سن پیر برای رقابت با حبیب راضی شود گمان می رود که ماه اپریل ما رقابت هر دوی آنها را تماشا خواهیم کرد. کرونا ویروس با فوتبال مشکلی های نو ایجاد میکند. روز 28 دکبر بازی دسته های منچستر سیتی و اورتون با سبب خروج ویروس کرونا و گرفتار شدن چند تن فوتبالبازان منچستر سیتی با این ویروس به تأخیر گذاشته شد و میشمیش است که شاید این یگانه لغو شوی بازی چمپیونات انگلیا نباشد. حالا رهبریت پرمیر انگلیا موضوع توقف نه آنقدر طولانی را محاکمه میکنند. بازی دسته‌های تاتنهام و فولخم نیز با این سبب لغو شد و در بازی نوبتی سرمربی دسته ساوندگمپتون رالف هازنخولتن با سبب گرفتار شدن با این ویروس در بازی نوبتی اشتراک نمیکند. خلاص گفتی بابای من یک قبچه پرابلمه. پایگاه اطلاعاتی ز تلگراف خبر داد که حالا در انگلیا منع کلی بازی‌های چمپیونات را بررسی میکنند و گمان می‌رود که مهلت 2 هفته بازی‌ها لغو کرده شوند. نامزد به پرزیدنت باشگاه بارسلونا ژوان لاپورتا مخلصان دسته رئال مادرید را عصبی کرد. او میدونه چیکار کرد؟ همون آویزه ترغیباتی پیش از انتخاباتی خود را در نزد میدان سانتیاگو برنابئو آویخت و چند سخن دیگر را نیز اضافه کرد. میخواهم که بارسلونا در سانتیاگو برنابئو باز 6 گل دیگر زند. میخواهم یک بار دیگر نقش اساسی را در دشمنی به امان این دو دسته بازی کنم. برای این اول ما پرابلم های اقتصادی دسته را باید برطرف نماییم، گفته از ژوان لاپورتا. یادآور میشم که لاپورتا از سال 2003 تا سال 2010 پرزیدنتی باشگاه بارسلونا را بر عهده داشت که یکی از دوره‌های خیلی بردبارناک باشگاه به حساب می‌رود.
خانم کریستیانو رونالدو جورجینا رودریگز یک قدم عجیب برای بدوزخ مبادل کردن اینستاگرام خود گذاشت. اکنون مخلصان قزاقستانی و ازبکستانی جورجینا با هم جنجال برپا کردند. این در حال سر زد که جورجینا در صفحه اینستاگرام خود عکسی را گذاشت که آنجا او جامه زردوزی خاص ازبک‌ها را ببر کرده است و بالای آن نوشته است که دسترنج هنرمندان قزاقستان که از محبت زیاد به من تحفه کردند. بعد پیدا شدن عکس قزاقستانی‌ها صدها شهرهای محبت‌آمیز می‌نوشتند و جورجینا را به قزاقستان برای مهمانی دعوت می‌کردند. همه قزاق‌ها خرسند بودند که جورجینا با آنها توجه دارد، اما در یک لحظه همه آنهایی که جورجینا را وصف کرده و به مهمانی دعوت می‌کردند ضد او برخاستند. می‌دانید برای چی؟ چون جورجینا نوشته خود را اصلاح کرد و به جای قزاقستان ازبکستان نوشت. معلوم گردید که جامعه زردوزی را قزاق‌ها نه بلکه ازبک‌ها تحفه کردند. انا در جای شهر مخلصان قزاقستانی خانم با مخلصان ازبکش به همدیگر بحث برپا کردند. در یک روز این عکس حالا 1.5 میلیون تماشابین دارد و یکی از عکس‌های سرمحاکمه‌ترین صحیفه خانم رونالدو به حساب می‌رود. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.